محمد فرستم. خوش اومدید به این ویدیو. تا آخر ویدیو همه ما باشین. لایک ساب یادتون نره. کامنت های زیباتون رو میبینم. میخوایم بریم امروز چالش عجیب با اسکوتر بریم. حالا چالشمون چیه؟ اینه که ببینیم آیا اسکوتر توی گل و خاک گیر میکنه یا نه. بزن بریم. من این مپ خوب میخوام پیدا کنم که پیدا کردم از قبل. ببینید همین کوچه ای که هست اینجا یه گودالایی نمیدونم چرا کندن. ببینید از همین در کوچه تا آخر کوچه هستش. خیلی زیاده. فکر کنم همسه باشه. نرفتم ببینم ولی خب دیدم هستش دیگه. اومد. خب اینجا یه ذره سنگ داره. باید یواش اول با صورت یواش میدیم. خب مثل این که باید یواش بید. خب بزن دنده رو یک کنیم. حالا میریم با معمولا اینطوری گیر نمیکنم. خب الان میریم یه ذره جایی که سنگ داره نمی‌کنم. خب چون یه ذره خطرناکه برای اسکوتر امکان داره. خب اینجا نمیشه چون خیلی گودال عمیقیه و خطرناکه. پشته دل بزنیم میزنیم بریم اینجا. از اونجایی که اینجا خیلی جایی همونطوری یه ذره نومردی شد ولی خب رو نداشتیم. خب ما هنوزم داریم میریم. اینجا سنگ شدیدی نمیشه خیلی رفت. لاستیک پنچر میشه. همش سنگ. خب این سنگه اینجا میشه. خب جوهایی که سنگ باشه جوه عجیبیه. خب بریم اینجا فکر کنم همه کوچهش بناهی بوده. خب اینجا گل اینجا هم بریم چرا اینجا همین ستا هست بقیهش میکنه. اومدیم جایی که اسکوتر گیر. خب اسکوتر اینجا فکر کنم سنگاش گیر کن چون اونجا سنگاش کوچیک‌تر بود گیر نمی‌کرد. نمیدونم ای بابا هی بخواد عقب جلو کنیم نپیچید. بچه رد میشه ولی خب اون سنگینه یه ذره روش نمیشه. باید تا دنده بالاتر. خب چقدر میشه؟ خب زیاده هنوز ادامه داره. چرا اینجا نامساوی کردن؟ چی کاری میکنن؟ ما میخوام تست بگیرم. خب از اونجایی که اینجا رو نمیشه تستای بهتر از این طرف مجبوریم که یه ذره بریم اینجا تو ببینیم چی میشه. خب اینجا میخواستیم بریم نمیشه. اون سنگ داره بازم سنگ داشته باشه نمیشه. اینجا هم داره. خب اونجا از اذیت میشیم برای همین از همینجا مستقیم میریم. از توی سنگ
کن خواستیم نریم مثلا. این همیشه همینجوری باشه بهتر. اینجا گیر نکرد خیلی خوب. خب اینجا گیر میکنه. اومدیم بهتر بود. خب حالا بریم بازم. ای بابا چقدر هنوز ادامه داره. آها فکر کنم دیگه تا همین آخر باش. از همین مسیر رو دوباره میخواد بیایم که این دفعه تندتر بریم. خب دیگه واقعا بسه، بریم تندشو بریم. خب اینجا بود، همه رو اومدیم. بازم ببینیم هنوز ادامه داشت. بچه بعضی جاها به اسکوتر آسیب میزنه، برای همین نمیشه بریم، چون لاستیکاشو میدونم نتره کنه پنچر میکنه، بعد باز بیچارگی شدیدی داره. حالا گیر بکنه مهم نیست، جوری درش میاد، ولی خب این که این دیدید همین الان نگهش داری بار نیست، ولی خب ما هیچ برامون مهم نیست. او بس درمون نداشته بازو میگیریم حرکت. الان رفته رو شاله ندیدمش. این شاله بود یا نبود. اینجا دوباره میاد. ای بابا همه این بخانو تا تهش اومدیم. خب ماشین نمیدونم رو گیرفتیم. ما اون دفعه اینجا ها رو میکنم نمیدونم، اینجا ها رو میریم دوباره. خب از اونجایی که دفعه نزل کردیم یا باید او خیلی بد شد، یا باید میمیریم یا باید گیر کنم. نمیدونم چرا گیر نمیکنم، اینجا همه گیری اسکوترمون خراب میشه. اینجا رو نمیدونم چرا خورد کردم. خب اینجا میایم گازو میگیریم، نه گیر نمیکنم. همه رو گفت لطفا گرفتم ما نگیم اومده. خب دیگه از ثانیه نزدیک بود گیر کنم، گیر نکرد. خب این دفعه میخوایم از همین رو بریم پایین جلو دوباره. از اونجایی که ما دیگرتر از این حرف هست. ای بابا گیر کن جان مادر، ای گیر بکن ما هم بریم. چه آسفالت گیر میکنه. مثل اسکوتر اساسی بکنم گیر کن دوباره همینجا. نه اومد موقعی نمیدوند گیر میکنه یه ذره، دوباره یه ذره گیر کرد، برای همین اومدیم. خب
پس نتیجه میگیریم اسکوتر ما آفرودی هم هست و برای آفرود هم تا حدی مناسبه، تا حدی گفتم تا حدی که بدونید بیش از اندازه اگه بخوایم گاز بدیم و البته بیش از اندازه که تا تهش گاز گرفته، ولی بخوایم تند از اولش کنیم و بدون ترمز بدیم بخوریم زمین بغیر اصلا گیر نکنه. یه جای پیدا کنم ترمز بگیریم یه کاری کنیم گیر کنیم یکم حل کنیم. به نظرم تو همون زمین خاکیه خیلی بهتر بود. چرا؟ چون که خیلی بهتر بود به نظرم برای اینکه داشت گیر میکرد همون که اونجا خیلی بهتر بود. اونجا الان مثلا یکی در میاد میگه در خونه ما این نکن بیچاره میشه. اینجا خیلی راحت و تمیز میزنیم لا اله الا الله یه کاری انجام میدیم روش تا گیر کنه. اینجا که گوداله یه لحظه گیر کرد من در اومدم خودم پیاده شدم این رفت. خب همینطوری که میبینی گیر میکنه. گیر کن یه ذره. حالا خودمون میشینیم یه کمی فشار دوباره خودم میشینم. بابا خیلی گیر میکنم خیلی آزاد میشه. خب دوباره بذاریم بریم ببین. خیلی جای بدیه. این یه ذره گیر کردم ببینیم دیگه. خب دیگه خدا حافظ تا ویدیوی بعد.